با سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز کانال کلکتیو. امروز روز سه‌شنبه هستش. در خدمت شما هستیم با یک ویدئویی نسبتاً کوتاه در حدود 15 دقیقه‌ای. میخوایم که در مورد موضوع مهمی صحبت بکنیم به صورت هرچند اجمالی و کوتاه. اون هم همونطور که از سرفصل برنامه مشخص هستش، چرایی همه‌گیر نشدن اعتراضات هستش. چرا پس از گذشته تقریبا 40 روز از اعتراضات در کلیه مناطق ایران، شهرهای بزرگ و کوچک و همچنین گسترش این اعتراضات به دانشگاه‌ها و همچنین مدارس مخصوصاً دبیرستان‌ها، چرا این اعتراضات اونطور که باید و شاید سراسری و همه‌گیر نمیشه؟ بایستی در این مورد آسیب شناسی انجام بشه که میخوایم خیلی کوتاه در این مورد امروز صحبت بکنیم در این ویدیو. یکی از مهمترین مسائلی که در این مورد وجود داره که البته میشه گفت که در 20 سال گذشته این مسئله همچنان وجود داشته تا به امروز، ولی در این اعتراضات 40 روزه‌ای که شاهدش هستیم، هنوز البته ادامه داره، مهمترین دلیلش به نظر من عدم وجود یک آلترناتیو سیاسی از لحاظ تئوریک هستش برای پس از جمهوری اسلامی. وقتی که از صحبت از آلترناتیو میشه، این رو بایستی در نظر داشته باشیم که گروه‌های مختلفی هستند که در قالب اپوزیسیون، چه در داخل و چه مخصوصا در خارج از کشور، خودشون رو به عنوان تنها اپوزیسیون، تنها گروه مخالف که توانایی و میشه گفت که استحقاق حکومت رو برای فقط خودشون قائل هستن وجود داره. خیلی آشکارا میشه در این مورد صحبت کرد. مثلا در عرض مخصوصا 40 سال گذشته، خاندان پهلوی که بیرون از ایران هستند و از امکانات بسیاری هم در خارج از کشور برخوردار هستند، متاسفانه علیرغم این که برخی از اعضای خاندان پهلوی، مثلا خانم فرح دیبا و یا رضا پهلوی که به عنوان بانوی اول کشور در قبل از انقلاب بودند و آقای رضا پهلوی به عنوان ولیعهد بودند، یعنی عنوان ولیعهدی رو داشتند، پس از انقلاب نیز به انواع مختلف خودشون رو وارث حکومت و اقتدار در ایران جلوه میدند و به این حالت در لفافه هم باشه این رو به صورت، نه به صورت علنی که به صورت ضمنی صحبت میکنن. یعنی سیستمی رو برای ایران تجویز میکنن که بایستی انتخابی باشه، نه انتخابی. یعنی حقوق مردم باز هم همونطور که در زمان پهلوی بود و همونطور که در حال حاضر در ایران رژیم اسلامی وجود داره، نه به صورت انتخابی مردم، بلکه به صورت انتصابی بایستی باشه. این یکی از
مشکلات و مسائل عمیق اپوزیسیون هستش، گروه های مختلف اپوزیسیون و همچنین مردمی که علیرغم این همه مسئله و مشکل دارند در خیابون ها، در کوچه های ایران، در شهرهای مختلف جون خودشون رو کف دستشون گذاشتن و دارن مبارزه میکنن. این مسئله مهمی هستش. یعنی معترضینی که در خیابون هستن تکلیف خودشون رو نمیدونند که آیا پس از جمهوری اسلامی چه سیستمی خواهد بود. آیا باز هم یک سیستم انتصابی و از بالا به پایین براشون حکم فرما خواهد بود و همچنین این ترس رو هم دارند که آیا انقلابی که خواهند کرد پس از پیروزی انقلابشون سیستمی که از طرف برخی قدرت‌ها براشون تجویز خواهد شد چه سیستمی خواهد بود. آیا باز هم مانند انقلاب 1357 که البته من در برنامه قبلی گفتم که این یک انقلاب نیست، یعنی تعریف انقلاب براش به عنوان یک انقلاب صدق نمی‌کنه، بلکه یک تغییر رژیم هست. آیا خونهایی که داده میشه و در حال حاضر هم داده میشه و داده شده بی نتیجه خواهد بود و یا به ثمر خواهد رسید؟ این ترس بزرگی هست که در معترضین در داخل ایران وجود داره. دومین مسئله که باز هم از گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور و البته داخل کشور که من مطمئن هستم که برخی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی ایران هم خودشون در این مسئله دست دارن، چون که اگر یک گروه اپوزیسیون غیر متمرکز یعنی به صورت کلکتیو، یعنی همه جانبه، گروهی که و یا جمعی که در برگیر همه گروه ها باشه و محترم بشمره همه حقوق انسانی رو، نه به صورت انکارگرایانه، نه به صورت انتخابی که آره این حق رو ما قبول داریم ولی این حق رو چون که به ضرر ماست قبول نداریم. اگر این گروه می بود قطعاً وضعیت به صورت دیگه‌ای بود. در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی 100% حمایت میشه از این نوع گروه‌هایی که انکارگرایانه به اعتراض و حقوق درخواستی و اون که از طرف مردم معترضین درخواست میشه و در راه اون خون داده میشه و به خیابون ها آمده میان و اعتراض میکنن و زندان رو، حبس رو، شلاق رو، شکنجه رو به جون میخرن. این گروه ها طور دیگه‌ای، این اعتراض ها طور دیگه‌ای رقم میخورد اگر گفتم فکر و تفکر و اندیشه‌ای همه جانبه، همه گیر که همه گروه ها رو محترم میشمرد وجود داشت. ولی خب این مسئله به کار جمهوری اسلامی هم میاد. میبینید که در اعتراضاتی که در خارج کشور برگزار میشه و شد، مثلا در آلمان، در امریکا و در کشورهای مختلف، گروه‌های متاسفانه سلطنت طلب با پیشروی به عقب میشه بود. یعنی وقتی که جوانی در کف خیابون در تهران، در تبریز، در سرندج، در زاهدان، در اصفهان، در همه شهرها
این شعار هوشمندانه رو سر میده که من نه شاه میخوام نه شیخ. این اذیت میکنه این گروه های سلطنت طلب رو و به مقابله میطلبه این تفکر مرتجع و ارتجاع گرایانه رو که در کشورهای خارج هم هستن. و این گروه ها دیدیم که در اعتراضات و راهپیمایی هایی که در تجمعاتی که در کشورهای مختلف مثلا در آلمان و امریکا داشتن، پرچم ها و پلاکارت هایی که سلطنت طلبانه نبود، یعنی به مزاجشون خوش نمی اومد، مخصوصا پرچم هایی که مخصوص اتنیک های غیر فارس بود، مثلا کردها، مثلا بلوچ ها، مثلا ترکای آذربایجان بود، با اعتراضشون مواجه شد و اونها رو خواستن که جمع بکنن و تهدید کردن اونها رو. این نگاه مرتجعانه و ارتجاع گرایانه ای هست که بایستی بهش توجه بشه و این ها بایستی به خودشون و با اخطار مردم مواجه بشن، چون که این مسئله مهمی هست. آیا ما بعد جمهوری اسلامی باز هم نظام شاهنشاهی میخوایم؟ یعنی کشور ایران، مردم ایران، مردم ملت‌های ایران، ملت‌های مختلف ایران هنوز به تفکر و اندیشه متعالی و پیشرفته و مدرن امروز جهان نزدیک نشدن و یا هنوز بچه هستند، کودک هستند و از لحاظ فکری، از لحاظ اجتماعی که احتیاج به قیم و یا شاه و یا ولایت فقیه دارند. آیا نمیتونن به صورت انتخابی یک سیستم واقعا دموکراتیک به صورت جمهوری، نه اون جمهوری که در حال حاضر به صورت یک نسخه بسیار بسیار مرتجعانه از طرف جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی به خورد مردم داده شده، بلکه یک سیستم بسیار مدرن با یک سیستم ایدئال دموکراتیک و لایک، با جدایی دین از سیاست، با سیستمی که همه مذاهب رو، همه تفکرها رو، همه اتنیک‌ها رو با همه حقوق اولیه و انسانیشون و بدون یک سیستم مرکزگرا و متمرکز میشه اداره کرد، میشه مردم ایران این میشه گفت که این پختگی اجتماعی و سیاسی رو این تجربات تکیه بر تجربیات تاریخ خودشون دارند. ولی متاسفانه گروه‌هایی که اونها هم تمرکزگرا هستند، با این فرق که عمامه بر سر ندارند و کراوات میزنند، اونها هم متاسفانه در دogم خودشون، در نگاه دogماتیک خودشون، نگاه ایدئولوژیکی خودشون اسیر هستند و متاسفانه مردم ایران بایستی این رو بفهمند که خیلی متاسفم این رو میگم که جامعه ایران بومیترین، میشه گفت بومیترین و که در 150 سال گذشته، حداقل 100 سال گذشته این ثابت شده، بومیترین محصول این خاک استبداد هستش. بایستی خیلی مواظب بود و مراقب این بود که و توجه داشت به این که اگر قدرت در دست یک نفر و یا در دست یک گروه خاص قرار بگیره، سریعا فاسد خواهد شد و تبدیل به دیکتاتوری خواهد شد. مسائل و نکاتی که امروز خواستیم به صورت
سریع بهش اشاره بکنیم اینها بودن. ممنون که ما رو توجه کردید. پس از این برنامه هم بلافاصله برنامه هم در همین موضوع به صورت به زبان ترکی آذربایجانی خواهیم داشت. ممنون و متشکر از اینکه ما رو دیدید و شنیدید. تشکر، با آرزوی سلامتی.